خب نره. خب شخصی در نزد خسرو و خوشتومان خود به زنش گفت که رو 4 طرفت قبله و زنش برآمده به خانه پدر و مادرش رفت. آیا این در نزد اسلام طلاق حساب می شود یا نه؟ نه پس خسرو خوشتومانش هم باشد اگجا باشه و برا گفته همجا نیتش طلاق باشه یا طلاق باین میشه. اگر نیتش 4 طرف گفتگی نیتش اگر 3 طلاق باشه 3 طلاق میشه. اگر نیتش با شرط ده همینجا طلاق نباشه هیچی نمیشه. نیکی نیتش طلاق باشه 1 طلاق باین میشه. خب السلام علیکم حاجی. اکی مسئله های طلاق هموطنان عزیز مسئله بالای منبر نیستن. اصلا باید طلاق همون زن خودش طلب کنه. زنک همون برای که طلاق حقی زنه. شما این مسئله هم نمیفهمید مردم عامه. برای که همون زن در وقت عقد نکاح همون زن میگه من تن نفس خود را به تو دادم بخشیدم. اگر او زن نتیه تو چرا قبول منی؟ میگه بره نابود چه نمیبخشمش. چیش میگوی را؟ میابرم این نکاح که میکنی تن نفس میبخشه طلاق حقی زنه. برای همین قرار زن باید طلب کنه که این مردک من همین ترم گفت. یکم برای همین قرار طلاق باید که محکمه اداره مفتیات بروه. در اونجا 200 سومانک میشپاره بعد دعا میگیرن بعد اون روایت قدر پیدا میکنه. ما در بالای منبر به پل میگیم میشه چه قدرم پیدا نمیکنه. یا سوم خونه سوخته با نمیتیا میدم اینجا نمیدی حاضر. خب با چی؟ خب السلام علیکم حاجی بابا. زیارت رفتن عزیز و اولیاء در اسلام جایز است یا نه؟ زیارت رفتن درست است برای عبرت است. ایرا موعظه‌اش چند جمعه پیش کرده بودیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زیارت کنه گفته از قبرها را برای عبرت بگیری که مردن در یاد شما میآید قیامت در یاد شما میآید. این به این معناست. نه به این معنا است که برید اونجا مشرک شوی و اون مردیت شما طلب کنه از سخنای پوسیده او. این معنا را نداره. خب السلام علیکم حضرت ایشان. میگویند که در وقت نکاح اگر شاهد نباشد در جای شاهد 2 تنان مانده نکاح کند می شود. آیا این درست است یا نه؟ این کلمه کفره. کسی همین کلمه را بگه او گمراه مردم گمراه میکنه او خونه سوخته کیو؟ در برای نکاح 2 مرد صالح باید باشه. حتی فاسق هم نباشن. بینماز هم باید نباشه. این را بفهمی. حاضر 1 مرد یا 2 زن گفته است و تاری زنی صالحه هم یافت نمیشه و حاضر. 2 مردی صالح نمازخونی پاکیزه باشه شاهد انا بعد نکاح درست میشه. میری؟ خب السلام علیکم حضرت ایشان. تیمم را به ما فهمانده میدادید و بگویید که تیمم برای کیها ممکن میباشد؟ این تیمم مثلا یک مسئله مبرم است. تیمم برای هم کدام کسانی کسل اطاعت کردن نمیتونه یا که در شعله خنکای خوابه که مثلا دستاش کار نمینن پاش کار نمینن یا که یره داره این همی حالتی خنک در اسیا باشه اگر در یگان جایی که آب خنک 40 گرادوس خنک همونجا میتونه تیمم کنه. این همی جای ضروری نمیشه خلاص. خب السلام علیکم دامل محترم. حلاله در اسلام چی معنی دارد و میگویند که حلاله کردن درست است. آیا این گپ راست است یا نه؟ نه مثلا اصلا کلمه حلاله همین شوی دیگه کردن معنیش حلاله میگن. همین 3 طلاقش که کرد امر ناشکری که کردی شریعت میفرما که همین عروس نازنین تو ناشکری کردی اکی شو میکنه. انا معنیش همین دیگه او طرفش نپرس شو میکنه. باید میگن ناشکری کردی یا مردک میگن من میخرمش تو بگردم کچانده دیگه ای دور بینش کرسکه هاشا و پاتینکه هاشا دیگه لواتا بلیز بشین در موجه. انا معنیش همه دیگه معنی دیگه. خب در وقت رمضان در حالت روزه اگر غسل کند صابون قطعی میگویند که روزه میشکند. آیا این درست است؟ در رمضان شریف هم غسل کنه روزه نمیشکنه. صابون هم قد غسل کنه روزش نمیشکنه. او روزه در حالتی است که پاش اوچ کنه ایته او میدرایا یا دهن بنیش بدرایا بعد روزش میشکنه. خب
در حمامای گرم انا اون جا. خب سلام علیکم بابایشان، خواهشمندیم به سوال ما همین جمعه جواب دهید. در بین مردم عقیده هست که شیر را فروختن ممکن نیست، آیا این درست است یا نه؟ نه، شیر فروشی درست است. شیر هم فروخته میشه، جرقات هم فروخته میشه. نیکی گپ در اینجا است که ایرا یک روز موعظه‌اش کرده بودم حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب، همین شیر فروشای خدا بترسن که آب خوش نکنن. انا همین آب خوش نکنن که بسیار گنده. کدام کسانی که در شیر آب خوش بکنن با بدترینی بلا گرفتار میشن اخیر. خب برادر سوال کرده است که زن نمازخون نماز میخوند و اما روی مال معده در سرش هست، مویش میتابد، گردنش میتابد، نماز این درست میشود یا نه؟ اگر نمال معده است که موهاش میماین، کمتری موهاش یا کوکلش چندی 3 سانتی متر 5 سانتی مترش میماین، نمازش درست نمیشه. پس گردنش هم بماین، نمازش درست نمیشه. خب بعد نماز گپ در درون نماز است. سوال مردم بیرون از بیرون نماز هم باشه که برای زن درست نیست که پس کلش هم تماشا کنن. برای زنها درست نیست که در همون خانش باشه و همون این کرتاهایی که حاضر پاره میکنن بسیار بیزیب پاره میکنن، بسیار مالای نازنین رسوا میکنن. این مثلا پیش سینهش و پس کلش همش، حتی همون زن پیش سینهش همیده کشاده و پس کلش هیورش دیدنش درست نیست. هیورش دیدنش درست نیست. برادر شوهر محرم زنی برادر نیست موافق شریعت خدا. رسول الله گفتن الحم الموت، درست نیست موافق شریعت. باید که امور دید رزق نروشه بگم محرم نیست. اگر برادرش نباشه در همون خانه زنی برادرش تنها باشه باید ندرایه. خب السلام علیکم حضرت ایشان، درباره ای که مردم در درون مسجد گپ دنیای گپ میزنن و از پیش نماز دیگر کس میگذارن، کمی صحبت میکردید که در مسجدها اکثریت در همین مسجد مردم در وقت امر معروف گپ میزنن و در پیش نمازها میگذارن، کمی فهمونده میدادید؟ این مسئله است که انشاءالله جمعه آینده میفهمونیم. این مسئله برادره که در بابت در نماز پیش گذاشتن در پیش نماز خان و این مسئله ها گپ زدن، انشاءالله که جمعه آینده مفصلا میخوانیم که وقت تنگتره، برای که این خیلی یک فصل بیاناتی کشاد میخواه این مسئله. خب باز همین برادر پرسیدن که یک مردم ها میفهموندید که پوچه هایش بروک هایشون در زمین میشکد در وقت نماز اینها چی میشه؟ دارانه برادر بسیار گپی خوبه، برای همه منفعت ما و شماست که باید که ایزار از امو شیتالینگ یعنی بالا باشه. اگر او پایو در پشتی پا باشه نماز مکروه تحریمی است، دیگه ثواب نداره نماز خوندگیش. خب السلام علیکم حضرت ایشان، مردمی که تجارت میکنن در بازار سودا میکنن، سودای اول رو پولی سودای اول رو در بالای همون متاها میتابند 3 بار، این در شریعت هست یا نیست؟ آخه نمیارم پلا در ما بتاوه او پلا در کجا میده؟ در لخ خوک چی میشه که او پلا ای میاد اونا بازیست. آخه او پلا اول شه برده یک صدقه بدی دعا بگی تو مثلا کار خدا رواج بتیا تو پلا بگی دام لخ خوب بشه چی فایده داره آخه تو دیوانه‌ای؟ این معنا نداره این کار، این رسم نیستی فالای چمچیایی. خب سلام علیکم حضرت ایشان، باز همین برادر پرسیدن که مردم تجارتمند خیر میکنن برای پیر کار گفته، آیا این درست است یا نه؟ مثلا خیر مثلا که خیر بکنن ثواب شود به کسی بخشن و دیگه به نام پیر کار خیر پیر کارای نوکارای اشکلب کی صدقش کنه میشه برای پدر مادرش، برای یک استاد بخشه و مثلا همین سوداگرای هم اصلا پیر دارن و ندارن اصلا. ولی در بابت تجارت یک صحبتی هم انشالله میکنیم که
حضرت امیرالمومنین عمر بن الخطاب در یک صحبتشان گفتند در بازار مدینه کدام سوداگری که علم سوداگری را نمیداند در بازار سوداگری نکند که او در ربا داخل می شود، در ربا و رشوه داخل می شود. خب